بازار شهرداری رشت با حال هوای قبل باز شدن مدرسه ها تا آخر با ما همراه باشه. حاجی ماهی دونی چنده؟ قیمت بازار ماهی فروشان. سالن سال دیگه به رهنا شونشینی نقل شبه رهنا چند تی سر ساختی دبوی رهنا تیمت بوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در حال و هوای پیش از باز شدن مدارس بازار شهرداری رشت. امروز شنبه 29 شهریور ماه و ساعت حدود 5 عصر. بازار شهرداری رشت نیاز به معرفی و تعریف نداره. این بازار زیباترین، جذابترین و پر انرژی ترین بازار شمال ایرانه که به دلیل وسعت و تخصصی بودن اجناس در اون میشه ساعت‌ها در اون قدم زد و گردش کرد. شاید شما تا به امروز فقط ولاگ‌هایی از بازار ماهی فروشان و میوه و تره بارش دیده باشید، اما بخش‌های دیگر این بازار مثل طلا فروشان، پارچه فروشان، کتاب و لوازم تحریر، لوازم جیب مصرف، وسایل و غنچه عقل، لوازم خانگی و بلوریجات و بخش لباس و تعداد دیگر است. در میانه این ولاگ ما سری به بخش لوازم و تحریر خواهیم زد و حال و هوای پرشور پیش از باز شدن مدارس رو برای شما عزیزان به تصویر کشیدیم. توضیحات بیشتر هم در طول ولاگ داده شده. میدان شهرداری رشت هم در سال 1393 به پیاده رو و محل تجمع گردش تبدیل شده که تا نیمه شب‌ها هم مملو از جمعیت. تو پلیلیست شهر رشت کانال ما ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی رشت و گردش در این بازار و این میدان وجود داره، مثل گردش در ساعت 1 بامداد شهرداری رشت. پیشنهاد میکنم اگر به رشت و رشتگردی علاقه دارید حتما به این پلیلیست سر بزنید. در ضمن اگر به شمالگردی و گردش در بازارهای گیلان هم علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون هم از ما حمایت کنید. امیدوارم که از این بازار زیبا هم لذت ببرید. شیمی جانر من زنجبیل حواسش لاجی نبود. خسته نبود. وای
آدم دید خودش آوالبانو بزنه. آره میشه یه ذره خدم مایشور اشکال 400 سلام آجا سلام اینم کولی سفید مایشور کولی نیست کلوم هست همتره هم کلوم هست آمور کپو انتخاب اشتروده دانی بار 200 آبجی دونه 200 بازار ماهی فروشان همه جو ادویه داره چوچاق هم داره اینم اشکال شد 500 واسطه 500 آمور سفید نیست سفید کامل سفید آن پرورشی هم 170 از الان 100 تومن میاد جلو 100 تومن 100 تومن آره تازه ارزا میاد جلو همین رنگ 200 تومن
مرغ جوجه خواستیم باید بینیم اینجا مرغ جوجه محلی به پول گرفته کشتی میگیرم بنده سجی کشتی میگیرم بنداز من اشتباه گفتم این کاسه کولیه 650 این سیاه کولی 1,100,000 این از ماهی سفیده کوچیکه ماهی سفیده این ماهی سفید بزرگ چنده؟ 1 تومن 1,400 هم قیمت قیمت بیاشوخی 440 باقالا 200 کشاورزی 480 هم دنیای سی چرا خوب بود که نه
نه سنت تمیز بود سنتی تمیز بود همینجا تمیز اون محلی رشت تو بخور پلا بخور تو اینم خب تو پلا دورش رو خیال جور شد تو پنیر سیاه لوده جگر وارشگاه فلفل خواهی چیتون خوشحال دارم نه نه محلم دارم فلفل خواهی چیتون آره نه نه محلی خواهی شما فردا صبح دیگه 80 برو زیتون فروشگاه آقا جان گوجه 1.5 50 3 کیلو 100 گوجه 1.5 50 3 کیلو 100 3 کیلو گوجه 100 تومان 3 کیلو گوجه 100 تومان پنجاه تومان میان محلی
180 زیتون 140 جنگلی ندارم. اصلا ببینیم کفش بچه باغ نوارشتی حلوا زیاوری باغ نوارشتی روبی آماده کشت خوشتاب کارگاه انتاب ما 135 شده هم پنیر لیوان سیاه مزوی میریم دیدنی ها کشته 13 کشتار معمولی 15 مخصوص 20 دونی این که بامیه هست این هم کوکی لایی جان کوکی گردی گرفتی؟ الان این مدل خوش بوده؟ بله 80 مرد حالا اونجا بایرگانی بوده سه وقتا که نجاری چه؟ نیم کیلو سر دیدی؟ بازار بزرگ دیدی؟
روغن زیتون یا صابون زیتون رشته خوشحال رشتهشو درست میکنه اینجا حواسش آیا اصلا زده؟ آیا اسماعیل اینه که جواب مره رویه؟ اسماعیل اینه جواب اوله که گردو داره ویژه است یکم فصل ماهینی یه خورده بازار خلقت به گرون هم گرد اینجا واسه لوازم تحریر بازار داشت دفتر 508,000 جنگه دیگه کشتن خودکار میکنم 15,000 قیمت داره یه خودکار فقط قیمت داره 90 قیمت نداره کارخانه داشته ماژیک
بچه اونم وایس گفتم از صرف جانباز رو هنوز کبابی ها نیومدن سمت شهرداری بریم اینجا همه جای کبابی ها اونجا داریم زحمت شهرداری محبوب دلها من میرزا بساط خورد و خوراک همیشه براه بساطی هنوز نیومدم 7:30 8 میاد سینما سپید بود هم باد کننده سمت
جمعیت بره گیر میکنه. زمانی میگفتش که همین ماشین نمیدونم راه بشیم یعنی شرق میدونم نهاجی پرسان اولین داروخانه شمال ایران داروخانه 1306 امیدوارم که لذت برده باش. چند قهوه یه بشقاب و یه